خبر مهم برای اتباع، خصوصاً برای کسانی که برگه سرشماری دارند. رئیس مرکز امور اتباع: طرح سرشماری اتباع خارجی در ایران تا پایان سال اعتبار دارد و تمدید نخواهد شد. مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران گفت: طرح سرشماری اتباع خارجی تا پایان امسال اعتبار دارد و دیگر تمدید نخواهد شد. نادر یاراحمدی شامگاه شنبه در حاشیه همایش مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌های سراسر ایران در اصفهان اظهار کرد: طرح سرشماری اتباع خارجی با هدف شناسایی افراد غیرمجاز و جلوگیری از مشکلات قانونی برای آنها اجرا شد. وی تاکید کرد این طرح هیچ تعهدی برای دولت ایران ایجاد نکرده است و اتباعی که در مشاغل تعیین شده مفید تشخیص داده شوند میتوانند در کشور بمانند. مشاور وزیر کشور ایران افزود: در غیر این صورت این اتباع باید به کشور خود بازگردند و در صورت تمایل به بازگشت با اخذ گذرنامه و روادید قانونی اقدام کنند که در این رابطه مراتب از طریق سفارت افغانستان به اطلاع دولت این کشور رسید. یاراحمدی بیان کرد: فرایند آمایش اتباع خارجی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سال جاری انجام و نزدیک به 99% از پناهندگان حاضر در کشور شناسایی و برای آنها کارت آمایش صادر شد.